خواب دیدم بالاخره سهام تسلا رسیده به پراید. ببین به نظرت نمیتونیم یه راننده خودکاری بذاریم روی پیکنیک خودش از تو کابینت بیا بیرون اینطوری بیا پیشمون؟ زن کجایی؟ بیا من میارم تسلا. باید بفرستمش هوا خود. میفهم بچه دهن من سرویس کرده. چی میگی دونالدا؟ من نمیدونم. یه آهنگور از کجا میتونم داشته باشم؟ میفرستمش برات. خب بگو چند بار بخرمش. نه پولی نیست. من اصلا عادتمه، مثلا من میاد 2 میلیارد دلار حداقل بابت این آهنگ پول بدم. بگو من شماره کارت داده. یه توییتی بزن بگو جنس خوب کم گیر میاد، اینجوری تقاضا میری بالا جنسا خوب میرسن به خودمون. ای لیوانا مریخ هم ببریم. برو تو توییتر هست. باشه میرم نصبش میکنم. از کجا؟ دانلودش میکنم دیگه. دانلودش میکنی؟ من یقه پول دادم خریدم، میشه دانلودش کنی توییتر؟ تو لعنتت کن دونالدو. مفت خریدمش ها بابا، اسمش هم خیلی طولانی بود، 2 ساعت میواست بگی توییتر اسکسا ایکس. آقای ایلان 22 میلیارد دلار پول نیست. میدونم من خودم خریدم. چی خریدین ببخشید؟ بچه شبیه مخواستم بیان دور هم بشینیم چیپس پفای خریدم. گرون خریدم. موشک افتاد فدا سر یه دیگه بسازن.